سلام، امروز میخوایم در مورد تفاوت این دو تا کلمه صحبت کنیم. especially و specially. especially بهتره که برای فارسی معنی مخصوصاً رو داشته باشه و specially بهتره که برای فارسی معنی ویژه رو داشته باشه. ببینید زمانی که مفهوم خیلی توی جملمون باشه از کلمه especially استفاده میکنیم. حالا بهتون میگم منظورم از مفهوم very و خیلی چیه. وقتی یک چیزی به صورت ویژه، به صورت خاص آماده شده باشه، درست شده باشه، باید از کلمه specially استفاده کنیم. بریم مثال هاشو ببینیم. مثال اول: Everyone was really angry, especially Alex. خب میگه همه خیلی عصبی بودن، مخصوصاً الکس. یعنی الکس بیشتر از بقیه عصبانی بوده. معنی وری رو داره، خیلی رو داره، یعنی اون خیلی بیشتر از بقیه عصبی بوده. پس هر وقت مفهوم خیلی، مفهوم کلمه وری رو توی کلمتون داشتین، از especially استفاده کنید. مثال دوم: He has his shirts made specially for him by a tailor in London. خب میگه لباسهای او به صورت ویژه توسط یک خیاط در لندن آماده میشه، ساخته میشه، دوخته میشه. پس ببینید اینجا به صورت ویژه کاری انجام شده و این کلمه specially استفاده میشه.